لائمه المسلمین، یعنی نصیحت چه امام های مسلمان ها به امام های مسلمان، یعنی سلاطین، سلطان ها، سردار ها، رئیس ها به چه نصیحت کردن. اما نصیحت وای ها چیه در بر میگرد؟ یعنی چه دوست داشتن، محبت کردن، یعنی چه صلاح همین هویه، یعنی الله تعالی چه اصلاحشون کند، الله اصلاحشون کند، الله چه ارشادشون کند و الله سبحانه و تعالی چه یعنی وای ها به عدل یعنی چه نصیب کند. یعنی همین چیزای وای ها به چه دعا کردن، چیزای یعنی وای ها به خواستن، یعنی همین به یعنی علما چی میگفتن، یعنی لو کان لدعاء مستجاب لجعلته لماذا لولی الامر، اگر دعای مستجاب هم میبود هم دعای من که میکردم ولی الامر میکردم، برای که صلاح ولی الامر، صلاح الراعی صلاح الرعیه، یعنی راعیه یعنی سلطان امیر صلاح شدنش، این صلاح شدن چه خلق. همین به دعا میکرد انسان، در هیچ وقت یعنی ناامید نمیشد، ولی الامر به سرداری مثلا باید که چه دعا کند، مثلا از الله تعالی میپرسه که الله تعالی اصلاحش کند، الله سبحانه و تعالی راه حق مثلا چه نشان دهد، قوتش دهد، یعنی قدرت دهد، مثلا یعنی حکم کردنش به طبق شریعتی، یعنی الله سبحانه و تعالی و الله تعالی نصیب عدل دهد و به یعنی با عدل مثلا با عادلانه حکم کردنش به الله سبحانه و تعالی و به قوت دهد، مثلا همین چیز مثلا و این چنین مثلا یعنی الله سبحانه و تقوا دهد، یعنی این چنین مثلا الله تعالی از دشمن ها چی کندش، حفظ کندش، مثلا محافظه کندش، مثلا همینای مثلا چه دعای نیک کردن، یعنی به چی میگفتن، یعنی اگر مثلا اذا رأيت الرجل يدعو على سلطانه فاعلم انه من اهل بدع و اذا رأيته يدعو لولی امره لسلطانه فاعلم انه من صاحب السنه، یعنی اگر آدم دیدی که ضد ولی الامر دعا کرد وای فهم که وای چه وای چه اهل بدعت، اگر دعای نیک کند حق ولی الامرش سردار به فهم که وای از اهل چه از اهل سنت بدعت. وای هم به انسان مثلا چی میکند دعا میکند، یعنی و این چنین مثلا چی میکند، یعنی انسان حرکت میکند، سعی میکند، اقل شی باید که دوست دارد که یعنی چه وای امت حول یعنی سردار به چی جمع شود، همین چیزا باید که دوست دارد انسان. همین نصح لائمه المسلمین چی میکنیم، یعنی باید که چیکار کند، یعنی انسان حرکت دوست اقل شی نتونی تو دوست دار، همین تمنا کن که الله تعالی یعنی تفریقه نشود، امت مثلا خلق تقسیم نشود، همین چنده همین با یک ولی الامر نزد همین با جمع شده فتنه و تفریقه یعنی خیلی مثلا خونریزی مثلا برادر کشی نشود، یعنی همه چی شود، یعنی یک امت یک چیز به جمع شدن همین چیزا باید که انسان دوست داره، گرچه حق تو به ظلم شده باشد که توی زدن، کشتن، نیست کردن، حبس کردن مثلا، نه این فتنه برای تو میشه. هم به امام احمد رحمه الله وقتی که فقهای بغداد جمع شدند اومدن گفتن که امام گفتن یعنی این مأمون بین چیکار کار استاده است، مأمون بین فتنه تا گفت امام احمد که لا ارى الدماء ما شما نهی میکنم خون نریزید، گفت چقدر که ظلم کند، گفت این مأمون ضد این خروج نکنید، ضد این برآمد نکنید، گفت خون ریزی نکنید، سبب خون ریزی نشوید، گفتن که آخه فتنه شد، گفتن که فتنه خاص شده استاده است، فتنه برای خاص ها، فتنه برای من، برای تو بعد 10 کرد 20 کرد 100 کرد 1000 کس، یعنی همین 1000 کس حبس کرد، یعنی نیست کرد، کشت وای چی کرد، لیکن آدم بسیار میلیون ها آدم ها، اگر ما خود مثلا این به تفریقه بیان دعوت کنیم هزارها این فتنه خود فقط من به تاثیرش همین فتنه، اگر این میگوید امام احمد اگر خود خلق این فتنه به دعوت کنیم، این فتنه تمام زن و مرد و کودک و مسافر و پیرانسال همه به ضرر میرسونه. خلی ما به فتنه اومد ما صبر میکنیم، لیکن این چیز چی خاموش میشیم، خاموش میشیم. دعا کن همه چیز چیه رد دست الله سبحانه و تعالی، یعنی الله سبحانه و تعالی خواست همین سردارهای شما چی برای شما نعمت کرده میفرستاد، اگر خواست وای برای شما نقمت کرده میفرستاد، به سبب گناهات وای نقمت شد. این گپ زدن یعنی چی کردن چی فایده میگیره، این چیز نشر کردن، گپ زدن نه همه چیز رب العالمین دستش بر. دعا کن صبر کن، دعا کن همین به انسان یعنی چی دائم یعنی چی میکند، یعنی حرکت میکند که امت چی یک شود، جمع شود مثلا، نعم یعنی و این چنین همین بغض باید که بد بینی، یعنی برآمد کردن برای ضد ولی الامر، یک کسی که دیدی که ضد ولی الامر، ضد رئیس، ضد سلطان یک سخنای بد گفته استاده است و یا نهی کن و باید که تو بدیلت بد بینی و آدم برای چی و آدم کار بدعت کرده استاده به این کارش حاضر
وقتی که ضد ولی الامرش ضد رئیسش سخنای بد میگوید و مثلا تنقید میکند و مثلا یعنی عیبهاش نشر میکند و به این کارش چی و باید که تو بد بینی. علامین نصیحت چی میشه؟ نصیحتی که رسول صلی الله علیه و سلم ما به امر کرد ما این کار برای رئیس نه برای آدم نه برای لله میکنیم. الله ما به امر کرد که چه من رئیس به چیکار کنیم؟ اطاعت کنیم. ها هم به اطاعت کنیم، ضد وای خروج نکنیم و خطاگیاش نشر نمیکنیم. گرچه خطا هست رفت بیان کن نزد خودش. هم به رسول صلی الله علیه و سلم چه میگه؟ من را من امیر شیئا فلینصحه سرا فلا يبدي علانية فليأخذه بيده فلينصحه سرا فإن أخذ فبها نعمة وإلا فقد أدى عليه. یک چیز بد دیدی رئیس رفت دستش گرفت تنها مون سخن بیان کرد قبول کرد الحمدلله، قبول نکرد خلاص تو گردن تنگه چی اجرا کرد. اما بالای منبر به برآمده یعنی به مجلس ها به شیشته خطاگی بیان کردن این منهج صحابه ها، منهج تابعین، منهج اهل سنت و الجماعه نه. این منهج فهمید؟ این منهج خوارج این چیست؟ هم خلانه هم به مثلا انسان یعنی چی میکند؟ یعنی نصیحت چی میشد؟ یعنی افلاط العموم به خاص یعنی به طریقه چی میشد؟ یعنی طریقه ملایمی خوبی میشد. یعنی ها به طریقه چی میشد؟ یعنی این چیز برای لله سبحانه و تعالی میکرد. این چیز انسان برای لله سبحانه و تعالی میکرد. این چیز همین به وقتی که نزد هارون به یک آدم اومد و گفت که یا امیر المؤمنین اننی ناصحک و مشدد علیک، من توی نصیحت کردنیم با سخت نصیحت میکنم. گفت که هارون گفت که مهلا یا اخی لست باکفر من فرعون ولست باصلح من موسی. گفت که من تو با سختی نصیحت میکنم. گفت هارون گفت که برادر صبر کن. گفت من از فرعون کافرتر نیم و تو از موسی بهتر نی. ها یعنی هارون از فرعون بدتر مثل فرعون یگون آدم هست. فرعون که خود گفت که رب العالمین گفت انا ربکم الاعلی گفت. ها هم یعنی الله تعالی موسی هارون چه گفت؟ و قولا له قولا ملایم، قول ملایم گوید، خوب خوشرو گوید. یعنی حتی قرطبی میگه یعنی با عباره های تعظیم یعنی مخاطبه کنید. یعنی کنیش گفته یا ابو فلان گفته خطاب کنید. یعنی کی حاضر یک آدم به این خیر کنید مثلا اگه رئیس بکنه شما چی میگید؟ یعنی فروخته شده میگید. یعنی اینو اگر موسی میدید چی میگفت؟ یعنی شنیدی میگید موسی چیکار کنه؟ نازل فرعون رفته با کنیش میگفت. نتونستی نزد رئیس برفتن خلاص خاموش شو دعا کن. همین نصیحتت الله سبحانه و تعالی بگو، دعا کن دعا کن. نعم پنجم آخر مثلا نصیحه و نصیحه للمسلمین لعامه المسلمین یعنی چی میکند؟ یعنی ان یحب لهم ما یحب لنفسه، چیزی که برای خدا دوست می‌داره برای وایها چه همین چیزا چیکار کنه؟ یعنی دوست دار. مثل گفتگی مثلا خطابی یعنی چی اراده الخير للمنصوح، یعنی چی این حالتان باید که برای وایها چه خیر مثلا خیلی که برای خدا چیز خیر می‌خواهی برای وایها هم خیر خواه. و یکره لهم و یکره لنفسه، یعنی چیزی که یک چیز بد می‌بینی همین چیز برای وای امت چه بد بینه. یعنی وایها به مثلا چه بشه مشفق شو، یعنی چی شو؟ یعنی به شفقه یعنی مشفق یعنی رحم دل شو برای وایها. یعنی خرد هاشونه رحم کن، کلون هاشونه توقیر کن. یعنی من لم يرحم كبيرنا ولا من لم يحترم كبيرنا ولا يرحم صغيرنا ليس منا. یعنی تو باید که کلون های حرمت کن، خرد های رحم کن، علما های حقشته. همین چیزای مثلا فهم پدر و مادر مثلا یعنی باید که تو مثلا چیکار کنی؟ یعنی نصح لائمه المسلمین یعنی خرسان یعنی یک مسلمان ها خرسان شدن، خرسنده همین ها به خرسان شو. یعنی یک چیز غمگینی اومد وای ها تو باید که غمگینی وای ها به غمگین شو یا بی‌طرف نشو این چیز به یعنی غمگین که شدن تو هم باید که همراهی همینا چه شو؟ یعنی غمگین شو مثلا برای همین چیز. نعم هم بیان ابن صلاح رحمه الله باب نصیحتان میگوید که النصیحه میگوید کلمه جامعه تتضمن قیام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير اراده و فعلا. ارادتا و فعلا علمین که معنای نصیحت یعنی نصیحت تمام چیز جمع کردگی که چیه؟ یعنی تو هم نصیحت کرده آدم رو باید که چیکار کنی؟ یعنی اراده خیر، اراده فعلت که وای به چی خیر باید که چیکار کنی؟ یعنی تمنا کنی. یعنی باید که هم به قول تو هم به ارادت هم به فعلت با چیز باید که وای خیر تمنا کنی. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی آله و صحبه.